سلام، من شمیم هستم و اینجا استیکیفای. اگر حال و روز دوست چوبی اول ویدئومون برات آشناست، پس تا آخر ویدئو با من همراه باش. تصور کن هر روز پر انرژی و با انگیزه از خواب بیدار میشی. نه مثل این شخص که حتی حاضر نیست تختش رو ترک کنه و بسیار بی‌انگیزه است. 10 روز با 10 راز ژاپنی ها که دنیا رو تغییر داد. اما راز اول کدومه؟ در این ویدیو 4 گام برای آشنایی شما با راز اول ژاپنی ها به شما آموزش میدم. اولین راز ایکیگای. ایکیگای رازی که باعث طول عمر مردم اوکیناوای ژاپن شده. آماده ای که ایکیگای خودت رو پیدا کنی؟ پس بزن بریم. گام اول اینه که بدونیم اصلا ایکیگای یعنی چی. ایکی به معنی زندگی و گای به معنای ارزش زندگی هست. ایکیگای یعنی دلیل بودن توی این زندگی، کاری که تو رو شاد میکنه و مفیده برات. گام 2. چطوری میتونیم ایکیگای خودمون رو پیدا کنیم؟ برای فهمیدنش باید دیاگرام ایکیگای رو بشناسیم. دیاگرام ایکیگای تشکیل شده از 4 دایره که خصوصیات و مشخصه مختلفی دارن و تو میتونی در مرکز دایره با ایکیگای خودت روبرو بشی. پس بریم که با هم این 4 دایره رو بشناسیم. در دایره اول باید به این سوال جواب بدی که چی دوست داری و چه کاری تو رو خوشحال میکنه. در دایره دوم باید از خودت بپرسی چه مهارت‌هایی داری. و در دایره سوم باید به این سوال پاسخ بدی که چه کمکی از تو برای دیگران و دنیا برمیاد. و در دایره 4 به این سوال جواب بده که چه کار درآمدزایی که بهت پول بده میتونی انجام بدی. این 4 دایره یک پاسخ مشترک دارن. مرکز اینجاست. اینجا ایکیگای واقعی تو مشخص میشه. گام 3 تمرین عملی. یک کاغذ و یک خودکار بیار. برای هر دایره 10 لیست بنویس. 10 موردی که دوست داری، 10 موردی که مهارت داری، 10 موردی که میتونی به دیگران کمک کنی و 10 موردی که تو رو به درآمد میرسونه. نقطه مشترک اون 4 دایره ایکیگای تو هست. گام 4 نکات اضافی. در جمع دوستانت حاضر شو و در مورد ایکیگای با اونها صحبت کن. از کودکی اونها بپرس و کودکی خودت رو بگو و همچنین از اونها بپرس که چه ایکیگای مشترکی با تو دارن. این کار در کنار دیاگرام ایکیگای خودت بهت کمک میکنه تا به ایکیگای دقیق تری برسی. خب حالا دیگه نوبت تو هست. بلند شو و کاغذ و دفترت رو بیار. ویدیو رو دوباره نگاه کن تا دقیق متوجه بشی که در مورد چی بود. توی کامنت ها به من بگو که ایکیگای تو چیه که باعث انگیزه تو میشه. اگر ویدیو رو دوست داشتی لطفاً لایک کن، سابسکرایب کن و با دوستات به اشتراک بذار. راستی زنگوله رم بزن تا به موقع از ویدیوهای انگیزشی بعدی من با خبر بشی. ممنون که تا اینجا با من بودی. تو رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.